به نام خدا. توی این ویدیو با این کلاه جلوه های ویژه اومدم براتون ویدیو پر کنم و در رابطه بین بیکاری و خود ارضایی صحبت میکنیم که چی کار کنیم که وقتی که فردی میخواد خود ارضایی رو کنار بگذاره با اون اوقات فراغتش چی کار کنه. یکی از بزرگترین عواملی که باعث میشه فرد به خود ارضایی مبتلا بشه بیکار بودنه و به بتالت گذروندن وقتشه. فوق العاده مهمه که فردی که میخواد خود ارضایی رو کنار بگذاره وقتش رو با فعالیت‌های درست و صحیح پر کنه. حالا قبلا ما گفته بودیم که شما وقتی خود ارضایی رو کنار میگذارید افسردگی، ناراحتی، نمیدونم غم و اون حالت خماری پس دادن ترک اعتیاد خواه ناخواه پیش میاد و ما گفتیم که چاره جز تحمل کردن ندارید. خب حالا مثلا بعضی میپرسن که خب یعنی چی، همینطور ما بشینیم تحمل کنیم؟ نه، داستان این نیست که بشینی یه گوشه فقط درد بکشی. تحمل کردن خودش یکی از زیرشاخه های تحمل کردن چیه؟ اینه که وقتش رو انسان با کارهای مفیدی پر کنه، کارهای مفید که ضد اون اعتیاد خود ارضایی هست. مثلا اگر خود ارضایی انسان رو افسرده میکنه و انسان رو گوشه گیر میکنه، برعکسش رو میایم انجام میدیم. وقتی که ترک میکنی افسردگی میاد، بهش اهمیت نمیدی، پا میشی میری مثلا توی جمع صحبت میکنی در رابطه با هر چیزی، یا حداقل توی خونه نباید انسان بشینه، بره کنار خیابون، بره توی پارک، نمیدونم قدم بزنه، بیا توی طبیعت مثلا من لذت ببره. هر کاری که فعالیت هایی که مثلا وقت ما رو به بهترین وجه ممکن پر میکنن. یا از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد اینه که کتاب‌های خوب و موفقیت آمیز و نمیدونم مثبت اندیشی و اینها انقدر کتاب تو این زمینه هست، اینا رو انسان بخونه که دیگه اون برعکس اون انزوا میشه اون حالا در جمع بودن و برعکس اون منفی نگری میشه اون مثبت نگری که با استفاده از کتاب‌ها انسان به دستش میاره. و کلا وقت، یعنی 24 ساعتی که ما در اختیار داریم، ارزشش این که گفتن وقت طلاست، اتفاقا خیلی ارزش کمی گذاشتن. طلا که ارزشی نداره در برابر وقت. مخصوصا کسایی که میخوان در بعد معنوی هم به وقت نگاه کنن، مثلا اینجوری میمونه که هر یه ثانیه این طرف میشه چند سال اون طرف. پس هر یه ثانیه‌ای که اینجا هدر بشه و در راه خدا نباشه، در راه پیشرفت و ارتقای روح نباشه، هدر رفته و چندین سال اون طرف پس از مرگ انسان عقب میفته. پس حواسمون باشه ساعت به ساعت روزمون رو برنامه‌ریزی کنیم. و حالا من خودم تجربه‌ای که دارم اینه که گاهی وقتا اگر برنامه‌ریزی نکنم به راحتی یک روز از دست میره و هیچ کار خاصی هم نمی‌کنم. و برای همین توی اتاقم وایت بورد خریدم و روی دیوار می‌نویسم، ساعت بندی می‌کنم، سعی می‌کنم همیشه هر روز کارهایی که می‌خوام بکنم رو لیست کنم، از چه ساعتی تا چه ساعتی چه کار می‌خوام بکنم، حداقل یک گایدلاین یا خط مشی کلی برای روزم داشته باشم. پس اگر این کارو بکنیم و حالا من یه طرف تابلو میام اون برنامه مورد دلخواهم می نویسم، مثلا دوست دارم اینجوری ساعتمو پر کنم، کنارش میام یه ستون دیگه اون اتفاق واقعی که افتاد رو می نویسم. بعد مقایسه میکنم، میبینم که مثلا 70% روی برنامه‌ام بودم، خب خدا رو شکر. یه روز می‌بینیم 10% بقیه‌اشو به بتالت گذروندم. و این باعث میشه هر روز که چک کنی، مقایسه کنی که نسبت به اون ایدئال و اون چیز عملی که اجرا کردی چند درصد به هم نزدیک هستن، به جایی میرسه که انسان میتونه برسونه رو 90% رو، حتی روی 100%، دقیقاً طبق ساعت‌هایی که خواستی رفتار کنی. کتاب، مطالعه، ورزش چقدر مهمه. من چند وقتی بود توی این 2 هفته ماه رمضان، خب حالت روزه داشتم، بدنم عادت نداشت، ورزش نمی‌کردم، ولی از چند شب پیش شروع کردم. حالا ورزشم افتاده ساعت 11 شب یا 12 شب، ولی اصلا مهم نیست، چون که من اصلا ریتم زندگیم عوض شده. ولی ورزش رو انسان باید انجام بده. پس ورزش، مطالعه، توی جمع بودن، توی طبیعت بودن، مثلا کلا انرژی که انسان از طبیعت میگیره فوق العاده زیاده. پس وقت رو باید پرش کرد. اجازه ندیم به اینکه افسردگی پس از خود ارضایی بخواد بیاد ما رو گوشه‌گیر کنه یا فکرهای منفی بخواد بیاد. پس حواسمون باشه که توی زندگی داریم چی کار میکنیم و چطور داریم ساعات زندگیمون رو سپری میکنیم. خیلی ممنون که به این ویدیو گوش دادید. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.